درود به شما هنردوستان عزیز. طبق نظرسنجی که با همدیگه داشتیم، درخواست خیلی از شماها این بود که نحوه برگزاری کلاس‌های آنلاین رو با همدیگه بررسی کنیم. امروز توی این ویدیو قرار نحوه و شرایط برگزاری کلاس‌های آنلاین رو بهتون توضیح بدم. در مرحله اول بعد از اینکه ساز مورد نظر و مدرستون رو انتخاب کردید، وارد سایت میشید و درخواست مشاوره رایگانتون رو ثبت میکنید. همکاران ما در تیم پشتیبانی با شما تماس میگیرند و راهنمایی‌های لازم رو جهت برگزاری این جلسه بین شما و مدرستون انجام میدن. بعد از این جلسه روز و ساعت کلاس با مشورت مدرس و هنرآموز تعیین میشه تا شما با خیال راحت کلاستون رو برگزار کنید. و همینطور اپلیکیشن مورد نظر برای برگزاری کلاس باز هم با نظر شما و استادتون انتخاب میشه تا شما نگران قطعی اینترنت، کندی سرعتش و خیلی چیزهای دیگه نباشید.